عزیزم یکم از غذا به من میدی؟ آره عزیزم کدومشو میخوای؟ اینو میخوام لطفا. بخور عزیزم نوش جونه. اینا رو هم بخور جون بگیری. مرسی چقدر مهربونی تو آخه. عزیزم یه ذره غذات به من میدی؟ دست به غذام زدی نزدی بردیا. فکر کن مردی اگه دست به غذا بزنی. مثلا سوشیام برو اونورتر اصلا نفست هم بهش نخوره. عزیزم یه ذره غذات به من میدی؟ نه بردیا به نظرم بیا منم نخورم بدیمش به بچه‌ای کار گناه دارم بنده خدا. آخه عزیزم این همه هزینه کردی. اشکال نداره من خونه برات غذا درست میکنم اون نوشیدنی هم بردار بیار. عزیزم یه ذره غذات به من میدی؟ غذای منو میخوای بخوری بردیا؟ شو نه گریه نکن نمیخورم باشه عزیزم همش برای خودت. یه بار من آوردی سوشی بخوریم بابا نمیخورم عزیزم همش برای تو بخور. نوشیدنی چی؟ اینم برای تو هم برای خودت تنها بخور عزیزم. عزیزم یه ذره غذات به من میدی؟ از غذا؟ آره عزیزم بیا عزیزم ورشکست نشی. میشه جونت. آخه این چیه؟ با سس بزن بخور.